سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به دنیای البروکس، همون معامله‌گری که خب خیلی‌ها بهش میگن پدرخوانده پرایس اکشن. نکته خیلی مهم در مورد بروکس میدونید تاکید خیلی شدیدش روی پرایس اکشن خالصه. یعنی چی؟ یعنی مستقیم خوندن نمودار بدون اینکه خیلی درگیر اندیکاتور بشیم. اما به همون اندازه شاید هم بیشتر حتی رو جنبه روانی معامله‌گری تاکید میکنه. این واقعاً اساس کارشه. خب جالب شد. بیاید یه لحظه رو همین پیشینش مکس کنیم. ایده اصلیش توی معامله‌گری هم خب خیلی ساده است. سادگی. معتقد همه چی، هر اطلاعاتی که لازم دارید همین الان روی نموداره. تو دل کندل‌ها، الگوها، خود حرکت قیمت. و نکته جالبتر، با اینکه این همه تجربه داره، خیلی فروتنه در مقابل بازار. خودش میگه من همیشه فرض میکنم اون طرف معامله‌ام یه مؤسسه مالی گنده نشسته با بهترین تریدراش. این دیدگاه باعث میشه خیلی محتاط باشه پس. دقیقاً. هیچ وقت 100% مطمئن نیست. میگه بازار ذاتاً نامطمئنه. تخمین میزنه. ببینید حدود 95% کندلایی که میبینید احتمال حرکتشون توی یه جهت خاص فقط بین 40 تا 60%. 95%؟ یعنی بیشتر مواقع تقریباً شانسیه. تقریباً. یعنی شانس خیلی نزدیک به همه. فقط شاید 5% کندل ها باشن که احتمال بالایی دارن، مثلا 70-80%. اونم تو شرایط خاص، مثل یه سقوط شدید بازار. خب این عدم قطعیت مستقیم وصل میشه به یه نکته کلیدی دیگه تو فکر بروکس، انعطاف پذیری ذهنی. اگه بازار انقدر نامشخصه پس نمیشه روی یه نظر خیلی سفت وایستاد، درسته؟ کاملاً. نباید به هیچ پوزیشنی چه تو سود باشه چه تو ضرر وابسته شد اصلاً. بروکس خیلی تاکید داره که با هر تیک قیمت جدید باید آماده باشی ارزیابی تو عوض کنی، حتی نظرتو کامل برگردونی. یعنی ممکنه تو یه روز چند بار نظرش عوض بشه؟ بله، بارها. خودش میگه ممکنه یه الگوی خرید ببینم، وارد بشم، ولی کندل بعدی یه جوری نباشه که انتظار داشتم. به قول خودش ناامید بشم. همون لحظه خارج میشم. شاید حتی بلافاصله برعکسش وارد شم. هر تیک قیمت یه داده جدیده. نباید اسیر اون تحلیل اولیه بشیم. این خیلی سخته ها. این انعطاف پذیری سریع بدون کنترل ذهن اصلا ممکن نیست. اینجا همون بحث روانشناسی که گفتید خیلی مهمه. پررنگ میشه. بله. مهار احساسات، ترس، طمع، عجله، اینا رو اگه نتونی کنترل کنی بهترین استراتژی هم به درد نمیخوره. و اون ویژگی اصلی که گفتید اهمیت ندادن، not caring، این یعنی چی دقیقاً؟ به نظر یکم عجیب میاد اولش. آره، اولش غریبه، ولی ببین مفهومش اینه که شما به نتیجه هر معامله تکی اهمیت نمیدی. نه به سودش، نه به ضررش، نه حتی به اون فرصتی که شاید از دست دادی. تمام تمرکز باید روی چی باشه؟ روی اجرای درست فرایند، استراتژی. وقتی به این بی‌تفاوتی نسبت به نتیجه لحظه‌ای برسی، اون فشار روانی خیلی کم میشه. میتونی منطقی تر فکر کنی. یعنی دیگه خودشو سرزنش نمی‌کنه اگه یه معامله بد بشه. دقیقاً. میگه اوایل خیلی این کارو میکرده، ولی الان دیگه نه. همین بی اهمیتی به نتیجه کمکش میکنه روی کار اصلی تمرکز کنه. پس این ذهنیت و پذیرش عدم قطعیت پایه‌های اصلی کارشن. حالا بریم سراغ استراتژی‌ها و تاکتیک‌های عملی. میدونیم که بروکس بیشتر اسکالپره، یعنی دنبال سودای کوچیک تو معاملات زیاد معمولاً. بله، عمدتاً روی تایم فریم‌های کوتاه کار میکنه، به خصوص نمودار 5 دقیقه‌ای. و بازار اصلیش هم ایمینی S&P 500 هست. دلیل خاصی داره که اینو انتخاب کرده؟ چند تا دلیل داره که جالبه. یکی نقدینگی خیلی خیلی بالاشه. میتونه با حجم‌های مختلف راحت وارد و خارج شه بدون اینکه قیمت رو تکون بده زیاد. دوم، خب یه جورایی حس میکنه نبض بازار آمریکاست، باهاش در ارتباطه. و سومی چی؟ سومی شاید یکم عجیب باشه. اون چالش معامله کردن جلوی مؤسسات بزرگ رو دوست داره. انگار یه بازی شطرنجه براش. بازی شطرنج روی نمودار 5 دقیقه‌ای؟ جالبه. خب ستاپاشی دنبال الگوهای خیلی خاصی میگرده؟ نه لزوماً. دیدگاهش اینه که تقریباً روی هر کندل 5 دقیقه‌ای
یه دلیلی برای خرید یا فروش میشه پیدا کرد. هر کندل. پس چرا فقط 5 تا 15 تا معامله میکنه تو روز؟ آها، اینجاست که اون قدرت تشخیص و قضاوت شخصی دیسکرشن میاد وسط. همه رو که نمیگیره. نکته کلیدی توی استراتژیاش اینه که اونها رو بر اساس احتمال طبقه بندی میکنه. اینجا میبینیم که اون پذیرش عدم قطعیت چطور تو عمل پیاده میشه. این طبقه بندی بر اساس احتمال چطوریه؟ ببین، ستاپ ها رو 2 دسته میکنه. اونایی که احتمال موفقیت بالا دارن و اونایی که احتمال پایین تر دارن. برای اونایی که احتمال بالا دارن، مثلا شکستای قوی، بریکاوتس، انتظار داره حدود 60-70% مواقع قیمت درست حرکت کنه. خب توی این نوع معامله ها معمولاً هدف سودش ریورد تقریباً مساوی حد ضررشه، ریسک. یعنی ریورد به ریسک حدوداً 1 به 1. و دسته دوم، اونایی که احتمال پایین تر دارن؟ اونا مثل تلاش برای گرفتن بازگشت ها، ریورسالز، خلاف روند اصلی هن. شاید فقط 40% مواقع موفق باشن. اینجا استراتژی فرق میکنه. هدف سودش رو معمولاً 2 برابر حد ضررش میگیره. یعنی ریورد به ریسک میشه حدوداً 2 به 1. آها، این نکته خیلی مهمه پس. فوق‌العاده مهمه، چون نشون میده لازم نیست حتماً بالای 50% مواقع درست بگیر. اگه بتونی توی اون 40% برد 2 برابر ضررهات سود کنی، در بلند مدت سودآورین. این نگاه رو کلاً عوض میکنه. یعنی اون وسواس روی درصد برد بالا رو کنار میذاره؟ دقیقاً. تمرکز میره روی مدیریت ریسک و پاداش. برای تعیین این اهداف قیمتی از ابزار خاصی هم استفاده میکنه؟ مثلا حد سود رو چطور مشخص میکنه؟ بله، یه مفهومی که زیاد به کار میبره حرکت اندازه‌گیری شده یا measured move هست. مثلا بعد از یه شکست میاد ارتفاع اون حرکت اولیه رو اندازه میگیره، بعد پیش بینی میکنه که بازار احتمالاً همونقدر دیگه هم میره جلو. البته باز هم میگه این فقط یه احتماله ها، قطعیت نیست. کنارش الگوهای کلاسیک رو هم نگاه میکنه. چه الگوهایی بیشتر مد نظرشه؟ الگوهایی مثل سقف و کف دوقلو که خب تست سوتور قبلی هن. یا مثلا الگوهای کنج وجز که معمولا بعد از 3 تا حرکت توی جهت نشونه خستگی روندن. به یه سری نقاط کلیدی روی نمودار هم خیلی توجه داره. مثل چی؟ مثل سقف و کف روز قبل، قیمت باز شدن روز. اینا براش مثل آهنربا عمل میکنن. قیمت دوست داره بره سمتشون. خب حالا بحث مدیریت حجم معامله یا پوزیشن سایزینگ اینجا چیکار میکنه؟ اینجا هم دنبال سادگیه. به جای اینکه هر دفعه محاسبه کنه، میگه 2 تا سایز ثابت داشته باشید، یه سایز نرمال برای معاملات عادی، یکی هم کوچیکتر، مثلا 20% نرمال. این سایز کوچیکتر برای کیه؟ برای وقتایی که حد ضررت مجبور دورتر باشه یا شاید یکم ترس داری از ورود به معامله. اینجوری یه متغیر کمتر داری که بخوای در موردش تصمیم بگیری. تمرکز میمونه روی تحلیل. در مورد اضافه کردن به پوزیشن ها اسکیلینگین چی؟ این کارو میکنه؟ آره، به اضافه کردن به پوزیشن های سودده معتقده. البته اگه دلیل تکنیکال داشته باشه. اما نکته جالب ترش اینه که میگه حتی میشه به پوزیشن ضررده هم اضافه کرد. چی؟ به پوزیشن ضررده؟ این خیلی خطرناک نیست؟ چرا خیلی؟ خودش هم با کلی هشدار اینو میگه. تاکید میکنه فقط برای تریدرهای خیلی با تجربه است و با کنترل ریسک شدید. مثلا کل ریسک پوزیشن حتی بعد اضافه کردن نباید از 2-3% کل سرمایه بیشتر بشه. برای اکثر ماها به خصوص تازه کارها این کار یعنی فاجعه است. اصلا توصیه نمیشه. درسته. خیلی انضباط میخواد. خب فرض کنیم ستاپ رو پیدا کردیم، حجمم مشخصه. چطور وارد میشه؟ روش ورودش هم باز بستگی به قدرت روند داره. حالت استانداردش ورود با مومنتومه. یعنی چی؟ یعنی یه بای استاپ میذاره یکم بالای یک کندل صعودی قوی یا یه سل استاپ یکم پایین‌تر از یک کندل نزولی قوی. خب این منطقیه. اما گاهی و این باز اون انعطاف پذیری رو نشون میده، دقیقاً برعکس عمل میکنه. چطور یعنی؟ مثلا فرض کن یه روند صعودی خیلی قویه. یه کندل نزولی گنده میزنه. ممکنه اینو به عنوان یه تله خرسی ببینه و همونجا توی قیمت بسته شدن اون کندل نزولی بخره. با این فرض که روند اصلی ادامه پیدا میکنه. دقیقاً. یا برعکسش تو روند نزولی یه کندل صعودی قوی رو به عنوان تله گاوی بفروشه. نوع دستورش هم فرق میکنه.
تو روندهای قوی شاید مارکت اوردر بزنه که جا نمونه. تو روندهای ضعیفتر یا کانال ها سعی میکنه تو پول بک ها با لیمیت اوردر قیمت بهتری بگیره. خیلی هوشمندانه عمل میکنه. بعد از ورود چی؟ مدیریت معامله، حد ضرر که حتما داره. حد ضرر اولیه که بله حیاتیه. اما نکته ظریفش اینجاست. میگه گاهی باید قبل از اینکه قیمت به حد ضررت برسه بیای بیرون. قبل از حد ضرر؟ کی؟ وقتی بازار یه جوری عمل میکنه که بهش میگه ناامید کننده، disappointment. یعنی چی؟ یعنی سیگنالایی میگیری که اون فرض اولیت برای ورود دیگه خیلی معتبر نیست. میشه یه مثال بزنین از این ناامیدی؟ حتما. فرض کن تو یه روند صعودی خیلی قوی خریدی، مثلا با استراتژی buy the close. یهو یه کندل نزولی نسبتاً قوی ظاهر میشه. حتی اگه حد ضرر اصلیت خیلی پایین‌تر باشه، این کندل نزولی خودش یه سیگنال ناامیدیه. نشون میده اون فشار خرید اولیه کم شده. آها، پس حتی اگه هنوز تو سود باشی ممکنه خارج بشی. بله، بروکس میگه اینجا منطقی خارج شی، چون اون دلیل اصلیت برای موندن تو معامله روند خیلی قوی ضعیف شده. اگه صبر کنی تا برسه به حد ضرر، ممکنه همه سودت رو پس بدی یا حتی ضرر کنی. این نکات مدیریتی واقعاً کلیدیه. خب این سطح از مهارت و تشخیص تمرین وحشتناکی میخواد قاعدتاً. تعهد بروکس به تمرین واقعاً آدم رو شگفت زده میکنه. بیشتر از 35 سال هر روز ساعتها پای نمودار بوده و تحلیل کرده. حتی همین الان هم هر روز نمودارها رو ذخیره میکنه، الگوهای مهم رو علامت میزنه. میگه حدود 100 تا الگوی پایه‌ای داریم که هر کدوم کلی حالت مختلف دارن، صعودی، نزولی، موفق، ناموفق، که میشه صدها حالت. مثل یه ورزشکار حرفه‌ای پس. دقیقاً. خودش میگه مثل ورزش یا موسیقیه، تمرین روزانه و مداوم میخواد. حتی اگه یه روز معامله نکنی، فقط بشینی بازار رو نگاه کنی و ذهنی تحلیل کنی، خودش تمرینه. برای شمایی که دارید گوش میکنید و شاید اول راهید، این حجم از تعهد ممکنه یکم ترسناک باشه. توصیه بروکس برای شروع چیه؟ توصیه‌هاش خیلی عملیه. اول میگه تمرکز کن روی یه چیز، یه بازار مشخص، مثلا فقط ایمنی. خب. دوم، یه ستاپ معاملاتی رو انتخاب کن، فقط یکی. اونقدر تمرینش کن تا استاد بشی. سوم، و این خیلی مهمه، چند ماه اول فقط با حجم خیلی خیلی کوچیک معامله کن. حجمی که خودش میگه I don't care size. اصلا هدف پول درآوردن نیست تو این مرحله. بد سود کردم. دقیقاً. مراحل پیشرفتش اینه: 1. ضرر کردن رو متوقف کن. 2. یکم سود کن در حد هزینه ها. 3. بعد برو برای سود قابل توجه. دنبال پول زیاد اولش نباشید. ثبات و تکرار مهمه. هر نمودار یه درس جدیده. حالا یه سوال در مورد تایم فریم. گفتیم 5 دقیقه ای کار میکنه. یعنی این اصول فقط تو 5 دقیقه جواب میده؟ نه، اصلاً و ابداً. خیلی روی این تاکید داره که پرایس اکشن فرکتال هست. یعنی الگوها، ساختارها، رفتار قیمت تو همه تایم فریم ها تکرار میشه. از 1 دقیقه بگیر تا ماهانه. یعنی نمودار هفتگی هم شبیه 5 دقیقه‌ایه؟ اگه برچسب زمان رو برداری، تشخیصش خیلی سخته. اصول یکی‌ان. پس چرا خودش 5 دقیقه رو انتخاب کرده؟ بهتره؟ من لزوماً بهترین. بحث منطقه راحتی، کامفورت زون هست. هر کسی باید ببینه با چه تایم فریمی راحته. با شخصیتش، با سرعت تحلیلش، با ریسک پذیریش سازگاره. یه دوستی داشته که فقط رو 15 دقیقه‌ای کار میکرده، کلی هم سود میساخته. چون اون براش راحت بوده، 5 دقیقه‌ای براش سریع بوده. پس نباید خودمون رو با بروکس مقایسه کنیم. اصلاً. هدف اینه خودتو بشناسی و روشی پیدا کنی که برای تو کار میکنه و حالت باهاش خوبه، لذت ببری از فرایند. خب به پایان پارت اول رسیدیم. امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه. یادتون نره لایک کنید و سابسکرایب رو بزنید تا قسمت بعدی رو از دست ندید. تا پارت بعدی، خداحافظ.